به دست آوردن لوکیشن ممکنه؟ بله 100%. امروزه برخلاف تصور اکثر مردم، مهاجما میتونن از روش‌های زیرو کلیک استفاده بکنن تا حتی نیاز نباشه ما روی هیچ لینکی کلیک بکنیم. متاسفانه این ابزارهای سطح بالا که جدیداً وارد عرصه تکنولوژی شدن، توی پلتفرم‌هایی مثل گیت هاب در اختیار تازه‌کارا هم قرار گرفتن که از PHP استفاده میکنن و مهاجم باید از قبل PHP رو روی سیستم داشته باشه و بعد با چنج مود ساده راه اندازیش میکنه. اما برای عمل پورت فورواردینگ میان از کلادفلیر استفاده میکنن که یه پلتفرم قدیمی و قدرتمند برای انجام کارهای پورت فورواردینگ هستش و لینک هایی رو میتونه جنریت بکنه که مخصوص به دست آوردن ژئولوکیشن باشن. بعد از نصب کلادفلیر میبینید که فایل کانفیگوریشنش قابل مشاهده هستش و در نهایت یه لینک در اختیار مهاجم قرار میگیره که مهاجم ببره از طریق هر پیام رسانی اون رو به تارگت ارسال بکنه و بعدش میبینید که در جا اطلاعات سیستم یا همون دیوایس اینفو مثل کشور سازنده، ورژن سیستم عامل و اطلاعات دیگه براش قابل مشاهده میشه و بعد هم میره سراغ اطلاعات ژئولوکیشن، طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی. از طریق طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی میتونه از یه سایت مبدل استفاده بکنه و دقیقاً به نقطه لوکیشن شما دسترسی پیدا بکنه و جایی که هستید رو به صورت لایو لوکیشن ببینه. امیدوارم از این به بعد به بهونه عضو شدن تو کانال‌های مختلف هر روز توی ربات‌های تلگرامی 1000 تا لینک رو باز نکنید. اگه به امنیت و شبکه علاقه‌مندی از ما حمایت کنید.